به نام خداوند بخشاینده و مهربان. عید سعید قربان مبارک. همدیاران عزیز، تاریخ پیدایش عید قربان با قربانی پیغمبر ابراهیم که در 3 کتاب مقدس دین‌های جهانی درباره آن آمده است وابسته می باشد. خداوند برای سنجش پیغمبر به او فرمان می دهد تا پسر خود را به نام خدا قربانی نماید و استواری او را دیده فرمان می دهد تا به جای فرزندش بره را ذبح نماید. در این عید بسیار هم با فیض خداوند به درگاه هر یکی شما فیض و برکات و نورهایش را ارزانی بگرداند. خداوند از هر یکی ما رضا باشد. بار دیگر عید سعید قربان به کل مسلمانان دنیا مبارک باشد.